ملل متحد در تجلیل از 70مین سالگرد خویش از روابط ویژه خود با افغانستان یادآوری می‌کند و با یک تعداد افغان‌ها که می‌خواهند افغانستان را نیرومند سازند این روز را تجلیل می‌کند. اسم ما محمد داد است. من نماینده جوانان ولسوالی پغمان هستم و رئیس نهاد جوانان مرخیران و چونغر ولسوالی پغمان هستم. ما تقریبا 7-8 سال میشه که از پشاور آمدیم. وقت از پشاور آمدم با ما UNHCR کمک های زیاد کردند. ما را UNHCR با وطن خود برگشتاندند و برای ما خانه ها ساختند و برای ما جای سرپناه جور کرد و ما توانستیم یک نهاد بسازیم. با همکاری سازمان ملل متحد ما توانستیم تا خود را با دولت راجستر سازیم. با مردم خود ما توانستیم یک نهاد ساختیم که یک نهاد بسیار کامیاب است و یک نهاد پیشرفته است. حتی ما حالا به سطح یک ولسوالی هستیم و همین گونه ما با خاطر هستیم که به تمام ولس و مردم و کشور خود خدمت کنیم. ما برای جوانان در اینجا با کمک UNHCR مکتب ساختیم و از این کار خود ما بسیار خوش هستیم و این مکتب یک جای افتخار است. و آخرین آرزوی ما است که مردم، دولت، ریش‌سفیدان و بزرگان ما با هم یک دست شویم و با اتحاد شویم و ما جوانان بتوانیم که آینده خود را بسازیم و رهبران خود را خود ما انتخاب کنیم که این یک آرزوی من است و این یک گپ مهم است که جوانان از خود رهبران داشته باشند، وکیل باشند و در ولسی جرگه باشند و این یک جای افتخار است برای ما. و در آخر 70مین سالگرد ملل متحد را برای تمام مردم افغانستان و ملل متحد مبارکباد میگویم. از شما تشکر.